امروز ما در زادگاه یعنی در قدمجوی شاعر کلاسیکی فارس و تاجیک کمال خوجندی قرار داریم. کمال خوجندی میان سالهای 1318 1321 در شهر باستانی خوجند به دنیا آمده است. لطفی تب مردم شیراز از کمال باور نمیکنند که گویم خوجندیم. کمال خوجندی یکی از بزرگترین نماینده ادبیات عصر 13 و 14 بوده. با اشعار جاویدانه‌اش مقام شعر تاجیک و فارس را توان دیگرگون بخشیده است. شیخ کمال خوجندی در عصر 14 زندگانی به سر برده است و همه میدونند که عصر 14 یکی از دوره‌های خیلی پرتلاطم از نگاه سیاسی اجتماعی در تاریخ خلق ما می باشد. یعنی خوجند در آن دوره خیلی آشفته بود از نگاه سیاسی و اجتماعی و در این دوره جلایه‌های مغول در خوجند حکومت میکردند. بنابراین در اینجا وضعیت سیاسی و اجتماعی چندان برای زندگی کمال خوجندی مساعد نبود و سوال می افتاد که برای چی در جوانی کمال خوجندی خوجند را یعنی زادگاهش را ترک کرد. و تحقیق من همین خیلی نتیجه داد که در اون زمان از خویشاوندان کمال خوجندی کسی از والدینش از نزدیکانش کسی به فکر من زنده نمانده بود. کمال خوجندی تنها مانده بود، چون که خودش در بعضی غزل‌هایش اشاره‌های صریح می‌کند به این. مثلا میگه افتا دل از پا ندانم ز چه افتا، فریاد ز شوخی که ملول است فریاد. هر خانه که در کوی طرف ساخته بودیم سیلاب غم آمد و برکند ز بنیاد. یعنی سیلاب غم آمد و طربی مرا شادی مرا از بیخش برکند. این چیزها سبب شدند که کمال خوجندی از زادگاه خودش شهر خوجند بیرون شد و اول رفته بود به سمرقند. در سمرقند مدت زندگانی میکند و سمرقند را هم ترک میکند، میرود به تاشکند و از تاشکند به خوارزم میرود و از خوارزم بعد از چند مدت او آرزوی حج میکند و به جانب حجاز روانه میشود. راه حج از آذربایجان میگذشت و مرکز آذربایجان شهر تبریز در زمان زندگی کمال خوجندی شهری نهایت پرنفوس بود و اونجا یک چهارراهی عظیم بود که از اونجا خیلی شخصیت‌های بزرگ می‌گذشتند. راه کاروانگذر بود، راه ابریشم از اونجا می‌گذشت. اونجا یک محل برخورد تمدن‌ها بود. از قوم و ملت‌های گوناگون بزرگان، نقاشان، ادیبان، عالمان در اونجا جمع آمده بودند. بنابراین و سبب دیگرش آب و هوای بسیار خوش داشته است در اون وقت تبریز. بنابراین در تبریز مقیم شد و یک عمر در تبریز زندگانی کرد. همه می‌دانند که در طول عمر وی بعد یک مرتبه گوییم که به تبریز از قوم مغول تختمیش خان وارد شده بود و ویران کرده بود تبریز رو و بسیار بزرگان تبریز رو با خود به پایتختش سرای گرفته برده بود و در قطار آنها شیخ کمال خوجندی را هم برده بود و 11 سال شیخ کمال خوجندی در سرای زندگانی میکند. لیکن من یک نکته را گویم که هر جا که کمال خوجندی رفته است آنجا صاحب آبرو و اعتبار نهایت بزرگ بود. شیخ بزرگ بود کمال خوجندی، از دانش‌های زمان خودش خیلی برخوردار بود، مخصوصا علوم شرعی را خوب فرا گرفته بود. 21 مارس سال 2015 در روز جشن نوروز بین المللی با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان خانه‌موزه کمال خوجندی ساخته به استفاده داده شد.
خانموزه شیخ کمال خوجندی است و ما الحال در حجره تدریسگاه ایشان قرار داریم که در اینجا چنان که شما میبینید اینجا پر از کتاب‌های و آثار ادیبان کلاسیکی است و اینجا که ما رسیدیم اینجا گوشه مخصوص شیخ کمال خوجندی است که در این گوشه فصلنامه، دیوان، کتاب فرهنگ اشعار کمال خوجندی و آن دستاوردهایی که تا امروز در حوزه خوجند در کمال شناسی تهیه و تدوین شدند در اینجا قرار دارد و مرکز علمی کمال خوجندی فصلنامه مخصوص هم دارد که با نام کمال خوجندی سال 4 مرتبه نشر می شود. درباره مهارت شاعری کمال خوجندی، درباره اون ایده ها، غایه هایی که اندیشه هایی که در غزل هایش تجسم کرده است خیلی سخن کردن ممکن است و من اینجا خیلی مختصرا برایتان میگویم که کمال خوجندی از بس که از تمام ژانرهای خرد لیریکی بیشتر به غزل روی آورده بود، در پیروی بیشتر سعدی بزرگوار غزل میگو و در غزل گفتن ممکن است که کمال یک مکتب ادبی خودش را به وجود آورده بود. او صاحب سبک خاص خودش بود، یعنی به حافظ مثلا یا به سعدی مانندی ندارد، اگرچند که مثلا عنعنه استوار غزل سرایی در آن دوره بود و ناگزیر و عنعنات را رعایت میکرد، لیکن با وجود همین در غزل سبک خاص خودش را به وجود آورده بود شیخ کمال خوجندی. بیش از 1000 غزل گفته است. خب و یک کاری که کرده است که به نظر خیلی نمایان است این است که اکثر غزل‌های شیخ کمال خوجندی 7 بیتی هستند و 7 بیتی بودن حجم غزل را او به رسمیت درآورد. بعد از کمال خوجندی همه شاعرانی که غزل سرا شده‌اند کوشش کردند که همین قالب را مراعات کنند، مثل شیخ کمال خوجندی 7 بیت غزل بگویند. شیخ کمال خوجندی از عارفان و شاعران معروف ادبیات هم فارسی هم تاجیکی و خطا نمی‌کنم بگویم هم جهانی است، چون دوش به دوش و پا به پا و کتف به کتف با سعدی و حافظ و مولانا جلال الدین بلخی قرار دارد و یکی از نابغگان شعر کلاسیکی می باشد که امروز در خوجند و در تمام تاجیکستان با راهنمایی و دستور و سپارش پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی تیاری بسیار هم جدی به جشن 700 سالگی شیخ کمال رفته ایستاده است و تمام نهادهای علمی کشور، دانشگاه ها، مرکزهای علمی، اکادمی علم ها و دیگر نهادهای علمی کوشش بر آن دارند که مخصوصا مرکز علمی کمال خوجندی با یک دستاورد خودشان روح این بزرگوار را دوباره زنده کنند و آن دستور و سپارش هایی که سال 2020 با هدایت پیشوای ملت در سطح بین المللی با قرار یونسکو 700 سالگی کمال خوجندی برگزار می شود به آن تیاری جدی بینند و بزرگان ملت ما را دوباره به جهانیان معرفی کنند. اصلا ایشان نیاز به معرفی ندارند، اما معرفی دوباره و زنده کردن دوباره، بازگشتی دوباره به آثار افکار و آرای اینها ما را به خودشناسی ملی بیشتر علاقمند می سازد. نسخه که من در دست دارم یکی از قدیمترین نسخه های دیوان شیخ کمال خوجندی است. عموما در مرکز علمی کمال خوجندی حدود 30 نسخه نادر دیوان کمال خوجندی جمع آمده است و تا آنجا که من اطلاع دارم و از فهرستواره ها، از کتالوگ ها جستجو کردم، در یگان جای عالم این مقدار نسخه های دیوان کمال حالا جمع نآمدند در یک جا و این یکی از همان نسخه هایی هست که در نیمه اول عصر 15 نوشته شده است. یکی از نسخه های بسیار نادر است و از لحاظ فراگیری و خوشخطی و خوشخوانی نسخه بسیار جالب است برای تصحیح دیوان کمال خوجندی به عالمان و علاقمندان شعر او مساعدت می کند.
هرچند دیوان کمال خوجندی چند بار تهیه شده است، تدوین شده است و حتی نشر علمی انتقادی هم شده است، امروز ما حدود 15-20 غزل نو کمال خوجندی را میتوانیم از چنین نسخه ها که در قرن 9 هجری 15 میلادی نوشته شدند و کتابت شدند دریابیم. شیخ کمال خوجندی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک یکی از شخصیت‌های نهایت برجسته میباشد. وقتی که ما درباره غزل صحبت میکنیم، پیش از همه همین نام چند شاعر غزلسرا به یادمان میآید که اینها سعدی بزرگوار است، خواجه حافظ شیرازی است و شیخ کمال خوجندی. شیخ کمال خوجندی در ردیف همین شاعران غزلسرایی که نامشان را ذکر کردم می آید. تاریخ ادبیات فارسی، تاجیکی، آسیای میانه را اگر گیریم، در آسیای مرکزی از تاریخ پیدایش شعر تاجیکی تا به امروز مثل شیخ کمال خوجندی شاعر بزرگ غزلسرا نگذشته است. در اقلیم ما از همه بزرگترین شاعر غزلسرا شیخ کمال خوجندی شمرده می شود. از او یک دیوان به ما رسیده است، دیوان اشعار لیریکی. در میان اشعار لیریکی کمال خوجندی در جای اول غزل قرار دارد و 3 یا 4 تا قصیده هم دارد، اما قصیده های او مدحی نیستند. در حمد خدا و نعت رسول گفته شده است. خب این عنعنه بود در گذشته که در آغاز دیوان حتما قصیده ها در نعت و در حمد گفته میشد. کمال خوجندی این چیز رو، این عنعنه رو رعایت کرده است. اما غزل های بسیار گفته است، بیش از 1000 غزل گفته است و قطعات هم دارد، رباعیات دارد، یا غزل مستزاد دارد، خب فرد بیت ها دارد، معماها دارد که اینها گوییم که شکل های ژانری رایجی زمان کمال خوجندی بودند. در این مجموعه یعنی تماشابینان از دور و نزدیک یعنی تشریف می‌آورند و سیاحان خارجی باشد هم یعنی بسیار یعنی در اینجا یعنی آمده است تماشا کرده از صنعتی معماری تاجیکانه شرقیانه یعنی غذای معنوی گرفته ساده از اینجا می‌روند. باید قید کرد که هم مردم امریکا درباره زیبایی کشور تاجیکستان معلومات خیلی و خیلی کم دارند. وقتی که من به تاجیکستان آمدم اویدی اهمیت بزرگ شعر و شاعری در فرهنگ خلق تاجیک معلومات گرفتم و زیبایی کشور شما رو با زبان با جمله افاده کرده نمیشه. برای درک این باید به این کشور آمده خود با چشم خود دیدن لازم است. کمال خوجندی سال 1401 در شهر تبریز ایران از دنیا درگذشت. بعدا 21 مارس سال 2015 از مکان دفن کمال خوجندی یک مشت خاک به زادگاهش آوردند که در داخل همین صندوق نگاه داشته می شود.